تا حالا فکر کرده اید که چرا بعضی آدم ها در 90 یا حتی 100 سالگی هنوز سالمن و سرحال و پر انرژیان؟ جالبه بدونید دانشمندا ادعا میکنن و میگن بیش از 70% طول عمر ما به عادتهای روزانه بستگی داره، نه ژنتیک. خبر خوب اینه که بسیاری از این عادتها خیلی ساده‌ان. در این ویدیو میخواهیم 10 عادت قدرتمند رو ببینیم که اگه از امروز شروع کنید ممکنه زندگی شما رو سالها طولانی‌تر و سالمتر نگه داره. عادت شماره 7 چیزیست که بیشتر مردم اصلاً به اون توجه نمی‌کنن. یکی از رازهای مشترک افراد بسیار سالم در دنیا کسانی هستند که تحرک زیادی دارند که اگه از امروز شروع کنید میتونید به شما کمک بکنه سالمتر و طولانی‌تر زندگی کنید. پس تا آخر این ویدیو همراه من باشید. عادت اول تحرک روزانه است. اولین راز طول عمر تحرک روزانه است. بدن انسان برای حرکت ساخته شده. افرادی که هر روز حرکت میکنن قلب سالمتری دارن، کمتر دچار دیابت میشن و مغزشون دیرتر دچار فرسودگی میشه. برای این کار لازم نیست ورزش سنگین انجام بدید. فقط روزی 30 دقیقه پیاده روی، دوچرخه سواری و یا حرکات کششی انجام بدید. انجام این سه کار میتونه تفاوت بزرگی در سلامتی شما ایجاد بکنه. برسیم به عادت دوم. سعی کنید غذای طبیعی بخورید. دومین راز طول عمر استفاده از غذاهای طبیعی میباشه. بدن ما با غذاهای طبیعی بهتر کار میکنه. مواد زیر رو میتونید بیشتر مصرف کنید، مانند سبزیجات، میوه ها، حبوبات و مغزها میباشه و سعی کنید فست فود، غذاهای فرآوری شده، نوشیدنی های شیرین رو کمتر مصرف کنید. به یاد داشته باشید که غذای سالم مثل سوخت با کیفیت برای بدنه. عادت سوم خواب کافیه. سومین راز مهم استراحت و خواب کافی می باشه. وقتی که می خوابیم بدن ما سلول ها رو ترمیم میکنه، مغز رو پاکسازی میکنه و سیستم ایمنی بدنمون رو تقویت میکنه. در عوض کمبود خواب میتونه باعث چاقی، استرس و مشکلات قلبی بشه. بهترین زمان خواب یا مقدار خواب برای بیشتر افراد بین 7 تا 8 ساعت در شبه. میرسیم به عادت چهارم، نوشیدن آب کافیه. بله، بدن انسان حدود 60% رو آب تشکیل میده. اگه آب کافی ننوشید ممکنه خسته بشید، تمرکزتون رو کم کنه و همینطور سردرد بگیرید. یکی از ساده ترین عادتهای سالم اینه که در طول روز به اندازه کافی آب بنوشید. میرسیم به عادت پنجم، استرستون رو کنترل کنید. استرس زیاد میتونه یکی از بزرگترین دشمنان سلامتیتون باشه. استرس طولانی مدت میتونه باعث فشار خون بالا بشه، سیستم ایمنی بدن رو ضعیف بکنه و ریتم خواب رو به هم بزنه. برای کنترل استرس میتونید تنفس عمیق بکشید و در طبیعت قدم بزنید. حتی چند دقیقه آرامش در روز میتونه بسیار کمک کنه. عادت ششم روابط اجتماعیه. انسان موجودی اجتماعیه. تحقیقات ثابت کرده افرادی که دوستان نزدیک دارند و با خانواده در ارتباط هستند معمولاً طول عمر بیشتری دارند. تنهایی طولانی مدت حتی میتونه برای سلامت به اندازه سیگار کشیدن خطرناک باشه. عادت هفتم اینه که مغزتون رو فعال نگه دارید. مغز هم مثل عضله است. اگه از اون استفاده نکنید ضعیف میشه. وقتی شما مهارت جدیدی رو یاد میگیرید مغز شما مجبور میشه ارتباطات عصبی تازه رو ایجاد بکنه. این میتونه یاد گرفتن یک زبان جدید باشه، نواختن یک ساز و یا حتی یاد گرفتن یک مهارت ساده مثل آشپزیه. در مغز رو از حالت عادت خارج بکنه باعث رشد اون میشه. همینطور مطالعه یکی از بهترین تمرین ها برای مغزه. وقتی کتاب یا مقاله میخونید مغز شما همزمان چند تا کار انجام میده. اول پردازش اطلاعات، دوم تصویرسازی ذهنی و سوم تحلیل و درک مطلبه. همین فعالیت ها باعث میشه مغز فعال بمونه. حتی اگه روزی فقط 15 دقیقه مطالعه کنید در طول زمان تأثیر بزرگی روی حافظه و تمرکز شما خواهد گذاشت. همینطور شاید عجیب به نظر برسه اما ورزش فقط برای بدن مفید نیست. ورزش باعث افزایش جریان خون در مغز هم میشه و اکسیژن بیشتری به سلولهای مغز میرسونه. همین موضوع باعث میشه تمرکز بهتری داشته باشید، حافظتون تقویت میشه و احساس انرژی بیشتری رو در شما ایجاد میکنه. حتی 30 دقیقه پیاده روی در روز هم تأثیر فوق‌العاده‌ای داره.
غذاهایی هم که میخورید تاثیر مستقیم مغز داره. یعنی برخی از بهترین غذاها مثل گردو، ماهی، سبزیجات برگ سبز، میوه ها و دانه ها هستند. این مواد غذایی سرشار از مواد مغذی هستند که به سلامت سلول های مغز کمک شایانی میکنه. در مقابل مصرف زیاد قند و غذاهای فرآوری شده عملکرد مغز رو کاهش میده. برای فعال نگه داشتن مغز 1. کتاب بخوانید، 2. مهارت جدید یاد بگیرید و 3. معما حل کنید. این کارها میتونه خطر بیماری های مغزی رو کاهش بده. میرسیم به عادت 8. قند رو کمتر مصرف کنید. مصرف زیاد قند با بسیاری از بیماری ها مرتبطه، مثل دیابت، چاقی و بیماری قلبی. همیشه به یاد داشته باشید که در لیست مواد تشکیل دهنده دنبال این اسامی باشید، مثل گلوکوز، فروکتوز، مالتوز، دکستروز یا شربت ذرت با فروکتوز بالا، شکر قهوه‌ای، شکر نارگیل، عسل صنعتی یا کنسانتره آب میوه و موارد دیگر باشید. سعی کنید از جایگزین‌های سالم استفاده کنید. مثلا به جای آب میوه صنعتی از آب و چند قطره لیمو یا خیار و نعنا استفاده کنید. به جای ماست طعمدار، ماست ساده و میوه تازه و یا کمی دارچین به اون اضافه کنید. به جای استفاده از سس خانگی با گوجه تازه، سرکه و ادویه درست کنید. کاهش تدریجی قند افزوده معمولا بعد از 2 تا 3 هفته باعث میشه ذائقه چشایی شما تغییر بکنه و غذاهای طبیعی شیرین‌تر به نظر بیان. انرژیتون پایدارتر میشه و حتی هوس شیرینی کمتر میشه. همینطور بهتره مصرف این موادها رو کم محدود کنید. مثل نوشابه، شیرینی و دسرهای صنعتی می باشه. مطمئناً بدن شما از این تصمیم شما بسیار قدردان خواهد بود. عادت 9 سیگار نکشیدنه. سیگاری که از بزرگترین عوامل کاهش طول عمره. ترک سیگار میتونه سلامت قلب رو بهبود ببخشه، ریه ها رو ترمیم بکنه و خطر سرطان رو کاهش بده. هر زمانی که شما ترک سیگار بکنید بدن شما شروع به بهبود میکنه. عادت 10 چکاپ پزشکیه. بسیار از بیماری ها اگه زود تشخیص داده بشن به راحتی قابل درمونن. چکاپ های منظم میتونه شامل فشار خون، اندازه قند خون و بررسی مشکلات قلبی میباشه که اگه این کارها رو انجام بدید میتونید که از بیماری های خطرناک پیشگیری کنید. راز زندگی طولانی در کارهای پیچیده نیست، در عادتهای کوچک و ساده روزانه پنهان شده. حتی اگه چند مورد این عادتها رو شروع کنید، بدن شما در آینده از شما قدردان خواهد بود. و در پایان اینکه اگه این ویدیو براتون مفید بود لطفاً لایک کنید، سابسکرایب کنید و در کامنت ها بنویسید شما کدام عادت رو از امروز شروع می کنید.